كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند. در خدمت شما خوبان و مهربانان هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های سفر آخرت. چند برنامه است که درباره روز قیامت صحبت می‌کنیم. روزی که به تعبیر قرآنی یجعل الولدان شیبا، روزی که طفل خردسال رو پیر خواهد کرد. از شدت سختی اون روز و از ترس روزی که در اون روز فلا انساب بینهم یومئذ ولا یتساءلون، نه نسبتی در اون روز خواهد بود و نه کسی از کس دیگری سؤال خواهد پرسید. یوم یفر المرء من اخیه و امه و ابیه، اون روزی که انسان از برادرش میگریزه و از پدر و مادرش فرار میکنه و از همسر و عزیز همراه خودش هم گریزان. لکل امرئ یومئذ شأن یغنی، در اون روز انسان، هر انسانی انقدر مشغول به خود هست و انقدر به مصیبت و گرفتاری های خودش درگیره که اون رو بی نیاز کرده از اینکه به دیگران بپردازه و به فکر دیگران باشه. همون روزی که انسان حاضره که فرزند خود را فدا بکنه و از عذاب روز قیامت نجات پیدا بکنه. در این برنامه هم درباره بخش‌های دیگری از این روز قیامت با کارشناس محترم برنامه جناب استاد مولانا مجیب الرحمن انصاری عزیز هم کلام خواهیم شد تا آیات دیگری رو در این باب با شما بینندگان عزیز بررسی می‌کنیم. جناب مولانا خوش آمدید. تشکر. ما هم خدمت شما و خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی عرض سلام و ادب دارم. علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. جناب مولانا، در برنامه آخری که داشتیم شما اشاره فرمودید به یکی از مواردی که در روز قیامت اتفاق میفته اینه که اون روز به جای دوستی دشمنی ها بین رابطه ها اتفاق میفته و مگر کسانی که متقی هستند و تقوای الله تعالی را پیشه کردن. از این گونه برداشت میشه که در اون روز قیامت خیلی از انسان‌ها پشیمانن از بسیاری از ارتباط‌ها و رابطه‌هایی که داشتن و بسیاری از دوستی‌ها تبدیل به دشمنی خواهد شد. چه گروه‌هایی در روز قیامت احساس پشیمانی خواهند کرد؟ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. صدق الله العظیم. روز قیامت روزیه که الملک یومئذ الحق، پادشاهی آن روزی که حق ثابت یقین للرحمن، از آن خدایی که رحمانه،
بخشاینده مهربانه. الله سبحانه و تعالی در سوره فرقان که این آیه مبارکه آیه 25 و 26 و 27 و 28 جریان اشخاصی که در دنیا دوستی های بی مورد و دوستی های یا محبت های بی جای داشتن، می فرمایه و کان یوما علی الکافرین عسیرا، روز قیامت برای کفار روز سختیه، روز سختی، سختی که خداوند بگه، شدیدی که خداوند بگه، وحشتی که خداوند بگه، آن چگونه روزی خواهد بود. و یوم یعد الظالم علی یدیه، آن روزی که یعد الظالم، به اصطلاح انگشت به دهن میکنن و میگزن از حالت حسرت و ندامت و پشیمانی. یعد الظالم، ظالم که مفسرین میفرمایند منظور از ظالمی که در اینجا هست یعنی کفار. یقول، این ظالم چی میگوید در صحرای محشر؟ یا لیتن اتخذت مع الرسول سبیلا، ای کاش که من همراهی میکردم یا میگرفتم راه پیامبر را، طریق پیامبر را. یعنی کاش که من هم به طریق رسول الله میرفتم، به طریق پیامبر میرفتم، کاش که از پیامبر و از دستورات پیامبر من هم خلاصه به او عمل میکردم. و بعد ادامه میفرمایه یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ظالم میگه ای کاش که من فلانی را برای خود دوست نمیگرفتم. این آیات اشاره میکنه که در صحرای محشر به آن هنگامی که الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، اینجا یک لحظه متوجه میشن که این دوستایی که ما در دنیا داشتیم که اینها امروز به درد ما نمیخوره، اینها با ما دشمن شده، بر علاوه که حالا در اینجا دوست نیست بلکه که دشمنی هم میکنه و دشمن هم شده. این آیه مبارکه برای ما میفهمانه که نسبت به خیلی از دوستی ها باید تجدید نظر بشه، باید فکر بشه. آسان و سبک ما و شما میگیم که در بین جامعه وقت میشنویم که فلان شخص دوسته برای ما. خب نگاه بکنیم که به صحرای محشر بازی دشمن نشه و از این دوستی ما پشیمان نشیم. کسی که با خدا باشه، متقی باشه، پرهیزگار باشه، به عنوان دوست انتخاب بشه، ایکو نعمتیه، رحمتیه. در صحرای محشر الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین گفته شده. انسان متقی دوست انسان باشه. بنابراین دوستی که امروزه خیلی از اشخاص رو میبینیم در دنیا، انسان مسلمانه ولی دست دوستی با کافر داده. دست دوستی با کافر دادن عواقب خطرناک داره. تو چگونه با دشمن الله دوست میشی؟ دوستی به معنای جناب مولانا محبت اون رو در دل داشتن است یا نه مطلق رابطه با؟ مسئله دوست برمیگرده اگرچه از لحاظ الفاظ زبانی هم جالب نیه که انسان به زبان هم اظهار بکنه و کافر دوست بگه، ولی در قلب نداشته باشه، ولو که علاقه قلبی هم نداشته باشه، ولی به زبان هم نگه، به زبان هم نیاوره. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء، شما اصلا یهود و نصارا رو به عنوان دوست نگیریم. در اینجا مطلق گفته شده زبانی. اگر باز هم یک وقت بعضی از نظام ها و حکومت ها میگن شاید ما مصلحتاً میگیم، ولی مهم اینه که اگر در زبان جاری شد، لحظه ای که به زبان گفته میشه که تو کافر مثلا دوستی، که امروز مثلا دوستا گفته میشه نسبت به کفار، در قلب همون لحظه انزجار و نفرت خور از او کافر باید داشته باشه.
و امروز میبینیم اشخاص دست دوستی با کفار دادن، دست دوستی با دشمنان الله، دشمنان رسول الله صلی الله علیه و سلم. حتی میتونیم با صراحت بیشتر بگیم خیلی اشخاصی میبینیم میشینه میخنده با دوستی، محبت، عشق داده با کی؟ با دشمنان صحابه، که از لحاظ عقیدتی ما عقیده اینه که ما باید دوستان صحابه دوست داشته باشیم، با دشمنان صحابه دشمن باشیم، بغض داشته باشیم. هر کسی که اونها رو دوست داره من رو دوست داشته باشه، هر کسی که اونها رو بغض می‌داره. امروز مثلا انسان‌های در دنیا توهین به ام المؤمنین عایشه صدیقه مادر مؤمنان میکنه، ولی اگر یک انسان مسلمانی میایه با دشمن مادر مؤمنین دوستی میکنه، در صحرای محشر پشیمان میشه و اونجا فریاد میزنه که یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، ای کاش که میرفتم بر راه پیامبر. راه پیامبر چگونه راهیه؟ پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرماید من احب لله و ابغض لله و اعطى لله و منع لله فقد استکمل الایمان. اینجا ایمان کامل میشه که محبت به خاطر الله باشه، دوستی به خاطر الله باشه، دشمنی به خاطر الله باشه، چیزی دادن به خاطر الله باشه، منع کردن به خاطر الله باشه. اینجا ایمان کامل میشه. ولی اگر به راه رسول الله صلی الله علیه و سلم نرفت، راه غیر انتخاب کرد، یعنی چی؟ یعنی طریق شیطان رفت، او وقت دیگه ندامت و پشیمانی به سوی خود از اونه که فایده هم نداره و میگه یا ویلتا لیتنی. یا ویلتا یعنی حالت وای بر من، وای بر این اشتباهی که کردم. میگه لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ای کاش که او کسی که با صحابه دشمنی میکرد، کاش که او را به خود دوست نمیگرفتم. او کسی که توهین به خدا میکرد، توهین به دین میکرد، توهین به اسلام میکرد، او برای خود دوست انتخاب نمیکردم. پس خلاصه این آیه برای ما این میگه که به خیلی از دوستی ها و دوست داشتنی ها باید تجدید نظر بشه، و فکر بکنه. احیانا شاید بعضی از عزیزان اینجوری فکر بکنن که دوستی هایی هست که طرف کافر نیست، یعنی شخص مقابلی که انسان به دوستی گرفته یک انسان مسلمان هست، اما اون انسان مسلمان انسان پایبندی نیست، انسان ملتزمی نیست، انسانی است که خدای نکرده مرتکب معصیت هاست، مرتکب گناهانه و بیشتر وقت خودش رو به لهو و لعب میگذرونه، بیشتر وقت خودش رو به معصیت و فسق و فجور میگذرونه. آیا اینها هم داخل خواهد شد در این باب؟ طبعا مفسرین اصل آیه ارتباط به او دوستی هایی که با کفار و مشرکین و با اینها صحبت بیان میشه، اصل آیه روی او موضوع هست، ولی میمانه هر انسانی که ارتباط با خدا نداشت و کس دیگری او را به عنوان دوست انتخاب کرد، به صحرای محشر پشیمان میشه. حتی میتونیم امروز چون در بین جامعه از گوشه و کنار انسان میشنوه که به عنوان دوست دختر و دوست پسر، امروز یک پسر رفته یک دختر نامحرم با او دوست شده، لحظات شیشته با او به اصطلاح محبت کرده، اگر سرمایه داشته سرمایه مصرف کرده، وقت خور مصرف کرده، جان خور مصرف کرده، مال خور مصرف کرده، مدت 3 روز 4 روز 5 روز 2 روز 1 روز 1 ساعت هرچی که بود 10 دقیقه با او خوشگذرانی کرده، خیلی لذت برده دیگه به این. اما این لذت کجاست؟ اثر ازی و نتیجه ازی. این شکل اگر دختری رفته با خود دوست پسری پیدا کرده، همی پسر همی دختر به صحرای محشر وقتی به عذاب الهی روبرو میشن، میگن یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ای کاش. او دختر میگه کاش که من او پسر رو به دوستی نمیگرفتم، و او پسر میگه کاش که دختر رو به دوستی نمیگرفتم. و چی خوبه که در اینجا من یک توصیه برای همه پسران، برای همه دخترها و برای همه والدین، وقتی یک پسر با یک دختر عشق داره، محبت داره، همدیگر را از لحاظ فکری، از لحاظ عقیدتی، از لحاظ بالاخره با همدیگر میدانن که واقعا دوستن، نه دوستی 1 ساعته و 2 ساعته و خوشگذرانی، نه این که لحظات با همدیگر به عشق جهنم زندگی کنن، نه. اگر با همدیگر واقعا محبت دارن، به نکاح مسلمانی
از همدیگر خواستگاری کنن با عزت، با عفت، پاک دامن، بعد یک عمر کنار همدیگر با عشق بنشینن که به صحرای محشر نگوین یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. پس همه شامل میشه. نشه که در اون لحظه ای جوان عزیز و ای خواهری که اگر تا به این لحظه خبر نداشت و در این لحظه واقف میشه، صحرای محشر خیلی سخته، خیلی سخته که به عذاب انسان روبرو بشه. باور کنید که در حدیث میاره که انسانی که عمر خور به لذت و خوشگذرانی تیر کرده باشه، یک مرتبه که چشمش به جهنم بیفته، یک مرتبه احساس میکنه که اصلا در زندگی آثار لذت ندیده. در حالتی که از ابتدای عمر تا انتهای عمر به لذت و خوشگذرانی تیر کرده باشه و وقتی که چشمش به جهنم بیفته تمام لذت ها رو فراموش میکنه. و هنگامی که انسانی که تمام عمر رو به مشکلات تیر کرده باشه، به مشقت تیر کرده باشه، به اصطلاح امروزی به درد و به رنج تیر کرده باشه، ولی با خدا ارتباط داشته باشه، آن هنگامی که چشمش به بهشت میافته اصلا احساس میکنه که هیچ غمی ندیده، هیچ مصیبتی ندیده. پس عزیزان من، نشه که آن روز بگوییم یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. آیه دیگر که الله سبحانه و تعالی اشاره میکنه در سوره مرسلات، آیه 35 و 36، که در صحرای محشر این انسان‌های بدبخت، این انسان‌های شقی، انسان‌هایی که از خدا دور بودن، هذا یوم لا ینطقون، این روزیه دیگه که سخن نمیگوین، سخن گفته نمیتوانن، برای از اونا اصلا اجازه داده نمیشه. ولا یؤذن لهم فیعتذرون، میخوان که معذرت خواهی کنن. انسان‌های مشرکین، کفار، مجرمین، اینها میخوان که معذرت خواهی کنن، برای از اینا اجازه معذرت خواهی داده نمیشه. میگن برای شما فرصت داده شده بود، جرم کردید، جنایت کرده بودید، ما برای شما به صراحت گفته بودیم که لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. به خاطر این که شما الله میامرز که شما توبه کنید، شما موحد بشید، شما شرک کنار بگذارید. عزیر ابن الله میگفتید، مسیح ابن الله میگفتید، بالاخره شما بندگان ضعیفی که از خود هیچ قوت و اقتداری نداشتن، شما را اونها هم پایه من قرار دادید. الله میگه اینجا دیگه امروز روز معذرت خواهی و روز این که شما عذر کنید روز این نیست. امروز روز نتیجه هست و امروز روز است که سرنوشت تعیین می شود. چگونه روزی است؟ الله سبحانه و تعالی در سوره یاسین آیه 65 میفرمایه که الیوم نختم. در آیه پیشتر گفته شد هذا یوم لا ینطقون، اینا سخن نمیگن. پس کی سخن میگه؟ سخن کی میگه؟ الیوم نختم علی افواههم و تکلمنا ایدیهم و تشهد ارجلهم بما كانوا یکسبون. امروز روزیه که مهر نهاده میشه بر دهنها. الیوم نختم علی افواههم. وقتی مهر گذاشته شد یعنی شما در دنیا خیلی صحبت کردید، هنگامی که رفتید در مقابل قاضی دنیا قرار گرفتید، زبان بالاخره فصیح‌تری داشتید، بلیغ‌تری داشتید، طرف شما از خود شما بود، بالاخره سرمایه داشتید، رفتید حرف زدید، حق مظلوم ارضای کردید، به بیراه رفتید. این دنیا نیست. اليوم نختم على افواههم و تکلمنا ایدیهم و تشهد ارجلهم بما كانوا یکسبون. امروز باید دست حرف بزنه، امروز دست حرف میزنه، پا حرف میزنه، اینها شهادت میده چه کار کرده، کجا رفته، چی را گرفته. با این دست که اگر انسان رشوت داده باشه، این شهادت میده که تو رشوت دادی، در فلان ساعت و ثانیه فوراً تصویر میآید، او لحظه باید ببینی. بر ضد خود انسان، بر ضد خود انسان. این دستی که عزیزترین انسان بود، این نمیگذاشت که یک خار هم با این اصابت کنه.
بر علیه او شهادت میده. هنگامی که رشوت دادی، رشوت گرفتی، هنگامی که بالاخره با این دست ظلم کردی، جنایت کردی، هنگامی که با این دست بالاخره همه اعمال شهادت. پاه میگه او لحظه‌ای که قدم برداشتی برای ظلم، برای دزدی، برای فحشا، برای منکرات، برای جنایت، همه اینها خلاصه اعضای انسان علیه انسان شهادت میده. الیوم نختم علی افواههم و تکلمنا ایدیهم و تشهد ارجلهم بما كانوا یکسبون. جای انکاری باقی نمیمونه. در صحرای محشر بعضی انسان ها هنوز به فکر همون قلدوری و به فکر همون هیاهویی که در دنیا داشتن، دعوای خدایی میکردن. فرعون انا ربکم الاعلی که گفت، آنهایی که بالاخره بسیار به شدید امر و نهی دارن، بکشید، بزنید، بالاخره مساجد را تخریب کنید، حوزه های علمی را تخریب کنید، فلان و فلان و فلان، ظلم و ستم دارن. صحرای محشر فکر میکنن که امروز هم مثل دیروز هست. صدا خور بلند میکنن، یا الله ما فلان نکردیم، ما فلان نکردیم، ما شرک نورزیدیم، ما جنایت نکردیم. ما فکر میکنن که مثل که در دنیا انسان ها رو فریب میدادن، میخوان خدا رو فریب بدن. الله سبحانه و تعالی برای انسان مشرک، برای انسان کافر، برای انسان های جنایتکار، برای از اینها ببینیم چقدر تند جواب میده. در صحرای محشر الله سبحانه و تعالی قال، چی میگه؟ برای از اینها میگه اخسئوا فیها. اخسئوا به معنایی که ساکت شو، ساکت شو. خیلی مسئله مهمیه، ساکت شو. مفسرین میفرمایند که اخسئوا واژه‌ای که برای راندن کلب استعمال میشه. وقتی کسی بخواهه، یعنی بلا نسبت که یک سگ از پیش خود دور بکنه، لفظ واژه اخسئوا به کار میره. اینجا الله سبحانه و تعالی شدید با اینها میگه اخسئوا، ساکت شوید، ولا تکلمونی، همراه من حرف نزنید. این اون تعبیری که ما در اصطلاح عامیانه، مثلا وقتی که کسی میخواد یک سگی رو بگه برو گم شو، میگه چخه، برو گم شو، چخه کردن هست در لفظ. شما ببینیم که الله سبحانه و تعالی چقدر انزجار و نفرت خورد در این روز از این انسان‌هایی که او نشناختن، از اون انسان‌هایی که صاحب نعمت در فراموش کرده بودن که الله هست، رفتن دنبال یک سنگ و یک گو و یک شی بی ارزش، و حتی انسان‌هایی که رب خود فراموش کردن رفتن به سراغ یک کسی که او صلاحیت رم دادن مگس از روی خود نداره، قدرت دور کردن پشر از روی خود نداره. آیه دیگر الله سبحانه و تعالی ارتباط به در این روز، ارتباط به اونهایی که در دنیا ظلم کردن، در دنیا ستم کردن و در دنیا خلاصه جنایت کردن، در صحرای محشر میخوان معذرت خواهی بکنن. فکر میکنن صحرای محشر معذرت خواهی، روز معذرت خواهی. خیر، همین دنیایی که انسان به اصطلاح بلیت جهنم میگیره یا بلیت بهشت. در دنیا الله سبحانه و تعالی مثلا مثال برای بینندگان و برای عزیزان بیان بشه، خدای تبارک و تعالی در دنیا انبیاء علیهم السلام فرستاده، انبیاء علیهم السلام و شیطان را هم خلق کرده. حالا انبیاء علیهم السلام بلیت بهشت میدن، بلیت خوشبختی میدن، بلیت زیر سایه عرش میدن. شیطان هم دکان داره، در دکان شیطان بلیت جهنمه. انسان میخواد بره از شیطان بلیت جهنم بخره
با او به اصطلاح شرکت شیطان با او هواپیمای او بنشینه و بره به جهنم و بره به سراغ انبیا علیهم السلام تکیت و بلیت بهشت بگیره و بره بهشت. این اختیار به دست خود انسان هست. این ما انسان ها هستیم که سرنوشت خود تعیین میکنیم. ما انسان ها هستیم که بلیت بهشت میگیریم یا بلیت جهنم. طرف خدا رفتید، احکام خدا را اجرا کردید، فرمان الله را اجرا کردید، این بلیت بهشت هست. و همچنین اگر نافرمانی الله را کردید، شیطان را از خود راضی کردید، این بلیت جهنم را گرفتید. الله سبحانه و تعالی در سوره غافر در سوره روم آیه 57 میفرماید فیومئذ لا ینفع الذین ظلموا معذرتهم. در آن روز هیچ نفعی نمیرسانه به او کسانی که ظلم کردن. معذرت ایشان در صحرای محشر فایده نداره که انسان بگه یا الله بد کردم، اشتباه کردم، یا الله ندانستم، یا الله نفهمیدم. نخیر. ولا هم الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون. هیچ چیزی جلب رضایت نمیشه، هیچ موضوعی، هیچ قضیه‌ای. ولو که در آیه بعدی میفرماید در سوره آل عمران الله سبحانه و تعالی میفرماید که اگر کسی بیاره ملء الارض ذهب ولو افتدى به اولئک لهم عذاب علیم و ما لهم من ناصرین. اگر به اندازه پوری زمین هم کسی طلا بده بری از او فایده نمیرسانه، هیچ کمک و هیچ فایده نمیرسانه الا که مگر چیزی که فایده میرسانه. ان شاء الله به برنامه بعدی روی موضوعی که چی چیز انسان از عذابهای صحرای محشر نجات میده ان شاء الله بیان خواهیم کرد. خیلی ممنونم جناب مولانا. امیدواریم که در روز قیامت همونجوری که فرمودید و بینندگان عزیزم در به هر حال اطلاع موضوعات هستن و آگاهی دارن از آیات کلام الله مجید، روز قیامت برای ما روزی باشه که جناب استاد ما دست پر بریم اونجا و خدای نکرده از اون کسانی نباشیم که دست ما بر ضد ما گواهی بده و یا پای ما بر ضد ما گواهی بده و اینکه خدای نکرده بینندگان عزیز سعی بکنیم از گروهی نباشیم که در روز قیامت ما حسرت و آه سر بدیم از اینکه چرا با فلانی همنشین شدیم، چرا با فلانی نشستیم، چرا فلانی رو به دوستی گرفتیم. فراموش نکنیم که چند لحظه شادی دنیا، چند روز و چند صباحی که ما در این دنیا به فکر شادی هستیم و فکر دوستی با هر کسی هستیم، ارزش عذاب روز قیامت و ارزش اون نداه و حسرت و پشیمانی رو هرگز نداره. ما تا وقتی که زنده هستیم این فرصت در اختیار ماست. انسان تا زنده است میتونه معذرت خواهی بکنه و معذرتش هم خریدار داره. انسان تا وقتی زنده است، چه مسلمان و چه کافر، حتی کافر هم تا قبل از اینکه مرگ به سراغش بیاد میتونه که پرونده سیاه زندگی خودش رو پاک بکنه و در یک لحظه تمام سرنوشت زندگی خودش رو تغییر بده و نام خودش رو از لیست جهنمیان برداره و با خودش ببره به لیست بهشتیان و از قعر جهنم خودش رو به بالاترین درجات بهشت برسونه در یک لحظه با یک معذرت خواهی و یک توبه خالصانه. معذرت خواهی در دنیا ارزشمنده و ارج داره و مقام داره و وزن داره و خریدار داره و ارزش داره و توبه خالصانه ما میتونه، معذرت خواهی خالصانه ما میتونه که ما رو در روز قیامت سبکبال بکنه. یک معذرت خواهی، یک قطره اشک در دنیا ارزشش از هزاران معذرت خواهی و هزاران اشک در آخرت بیشتره، چرا که اون موقع دیگه همونجوری که جناب مولانا آیه رو که اشاره فرمودن، معذرت خواهی در اون روز سودی نخواهد داشت و اون معذرت خواهی به درد ما نخواهد خورد. خیلی ممنونم جناب مولانا، تشکر میکنم از اینکه وقتتون رو در اختیار ما و بینندگان عزیز گذاشتید و همچنین از شما بینندگان عزیز تشکر میکنم از اینکه تا این لحظه برنامه خودتون رو یاری کردید. با امید اینکه در برنامه بعد هم ما رو یاری بفرمایید. همه شما عزیزان به الله متعال میسپارم. الله یار و نگهدارش.